با من آمده شید بریم کیش گردی. قراره رنگ سال بپوشیم امشب. اینم جرابشه، همین پوشم اینو بهتون نشون میدم با کت و شلوار سرخابی. کتی که قرار بپوشم امروز این کت سرخابی هست. البته زیاد سرخابی من نمیگم. از کجا خریدمش؟ از خانپورایجی گرفتمش. بله، ولی انتقاد داشتم نسبت به دوخت دکمه ها، خیلی شلوول دوخته شده. حتی یکیشم وقتی خریدمش و پوشیدمش افتاد، الان حتی نمیدونم دکمهش کجاست. ببینیم که امروز کشتی گردی. کفشی که قرار بود بپوشم این کفش زاراه که خیلی دوستش دارم، خیلی گوگلی نیست، سبزشم داشت، سبزشم خیلی خوشگل بود، میشکشم خیلی خوشگله. این جنسش ساتن آمریکاییه اگه دقت کنید، پاشنش هم کوتاهه. این قراره پوشیده بشه باهاش، ولی چون قبلش قراره بریم ساحل و دوچرخه سواری یا موتور سواری کنیم و این کفش مناسب نیست، ما کتونی میپوشیم الان و وقتی خواستیم بریم سراغ کشتی عوضش میکنیم. بعدم نشده. من تیپای اسپورت نیستم، کلا تیپم اکثرا کلاسیک و اینا هست. پس من دکمه اینو میبندم اینجوری، ولی الان که کفش اسپورت پوشیدم باش ترجیح میدم که اینو باز بذارم که این مقدار حالت اسپورت تر به نظر بیارم. همینشو ببندم، بعد بیایم بیوی آخر بهت نشون بدم. اینم شد استایلمون برای ساحل. کیفی هم که قراره باش باشم، این کیف مثلثی طور دیوره، چقدر دوستش دارم. از کیفی که من واسه ست لباس سفارش داده بودم هنوز نرسیده. کیف بولگاری سفارش داده بودم ولی خب هنوز نرسیده به دستم، برای همین این کیف رو بردم برای این استایل. چون که امروز قراره بریم کشتی، خب مطمئنم یه جاییه که شیک و نمیدونم رسمی طوریه، برای همین این تیپ رو زدم، وگرنه تیپ راحتی تر رو زدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که دوست دارین به هم بگین که باید از این ویدیو براتون درست کنم.